انسان. خب این نفر اول. نفر دوم کی بود؟ عیسی بود. این هم اختراع شد. راز مهم تو اینه، پس نژاد انسان رو کی اصلاح کرد؟ حضرت آدم. پس چرا عیسی بچه دار نشد؟ برای اینکه عیسی حق نداشت در اصلاح نژاد حرکت کنه. یکی از دلایلی که عیسی بچه نداره اینه. یعنی وقتی که وارد شد اختراع شد. عیسی اختراعه، مثل حضرت آدم اختراع شد و وارد کره زمین شد توسط همسر، یعنی مادرش. حالا مولوی میگه هم مادر عیسی همون همسر عیسی است، همون مادر بزرگ عیسی است، در اصل دختر عیسی است. خب اینا رو نمیشه فقط تو کوانتوم میشه اینا رو فهمید. یعنی نمیشه فهمید که مادر پدر، مادر خواهر، مادر پسر، مادر نیست. نمیشه فهمید. باید فضا رو از وارد کوانتوم شیم تا بفهمیم. پس نفر دوم کیه؟ نفر دوم خود حضرت عیسی است که این آدم اختراع شد، ولی اجازه ندادن این آدم با زنی باشه که نژادی که آدم وارد کرده تغییر بده. یعنی اگر عیسی بچه دار میشد، نسل الان که میشستن یه سارت گوش میکردن بالای 2 میلیارد بودن. یعنی انسان نما کمتر میشد، تعداد انسان ها میرفت بالا، ولی این اجازه رو به این آدم ندادن و به همین خاطر 30 سالگی اومد، 35 سالگی، به قول عرفا 30 سالگی اومد، 33 سالگی از کره زمین رفت بدون اینکه دخل و تصرفی در دی ان ای بکنه یا در عدد اتمی انسان ها.